کجا رفته امروز؟ همه جا. مثلا خونه کیا رفته؟ خونه کی رفته؟ خونه خواهجا. قطی کی رفته؟ همه. ای کی میشه برای تو؟ دادن. که من امروز این فرزند ما آوردیم بگو حیوانات تماشا کردن خیلی خرسان شدم یعنی یک جهان چی دیده که شمیل باشید که خرسندش کمی کمی درجه چی که من بگو حیوانات آمدن بود تماشا کردم شیر و پلنگ و میمون و دیگر خیلی خرسان شده برای امروز برای فرزند ما خودمون هم وقت میمونده روز برای ما روزی خوش بود برای که سهر خستیم حتی هم سیفا خونش نکردیم قیچ پلی چنده این نمازی با بغی چی تماشا اومده اگه توفای جالب هم گرفتی امروز؟ اوه چی گرفتی مثلا توفا؟ همه چیز در کار بود اوه را گرفتیم اگه چقدر پول جمع کردی برای عید گرده؟ 100 سومون Как обычно стали уборка и как обычно стол накроем. Ну, как говорится, навещаем всех родственников, поздравляем. И всех поздравляем, всех увидели. Это очень хороший праздник, чтобы семейный праздник, чтобы гулять с семьей, навестить своих родственников, которые долго были, мы не видели друг друга. ای طرفی خیلی پایین تکنیک اومدیم برای هم تماش کردن اگه واسه خونم چی محکم ده خیلی دیگه گشتیم اینا پارک رفتیم اومدیم زور بود اما عید گرده نکردی اگه اونجا؟ عید گردک نکردی؟ کردیم در طرف کچو کردیم بسیار گردی کردیم چی توفا گرفته عید گرده؟ بسیار توفا بسیار مثلا چی گرفته امروز؟ بسیار تخم دادم دکتر اصلا روزی خوب چیه همین سومان نازم نمیده که یا چه سمته دیگه همش دوازه میکنه میان اونای فالونی برس میتونم میگم اصلا بهتر خیال میکنم این سوماکی خیلی خودش داره مثال چیز در کار میشه اگه کتاب یا اگه چیز در کار میشه خودش بگیره همین روزی سعیدی رمضان ما رفتیم در مسجد ساعت پرو آمدیم مسجد نگاه همه را گذراندیم خیر خوش کردیم با مردم با چند خانه دعا و فاتحه کردیم با آمدیم این با نماز جمعه را گذراندیم نصیب باشه با صبح سلامت نصیب کرده باشه با بخدا همه آدمانی که در روی دنیا مسلمان ها هستن همه را از سر قدیم تبریک مبارک بگوییم همه بر سال ما ایده صبح سلام الله